بار دیگر سلام دوستان عزیز، ادامه می‌دهیم به حل کردن مسئله‌های دور نهیوی المپیادهای خوانندگان از فن فیزیکا. مسئله چهارمی صنف‌های 7 و 8 را می‌بینیم. بیاید این مسئله را نیز به قدم‌ها جدا می‌کنیم، یعنی قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، قدم چهارم، یعنی 4 قدم داشته است این مسئله. هم هر یک قدم دو خالی. میگوید که در ظرف پر ایزولیاسیون شده، در ظرف پر ایزولیاسیون شده 2 لیتر آب در حرارت 0 گرادوس موجود است. یعنی که در اینجا ما می‌نویسیم داده شده است 2 لیتر آب داریم، یعنی حجم ما 2 لیتر است که این برابر است به 2 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 3 متر کوبی. چون که 1 لیتر ما این میشه 10 در درجه 8 مینوس 3 متر کوبی، یا اینکه 1 دسیمتر کوبی. در حرارت 0 گرادوس موجود است. T برابر 0 گرادوس سلسیوس. اکنون قدم اول میگوید که برای به 1 گرادوس گرم کردن چی مقدار انرژی لازم است. انا همین آب رو، یعنی که در اینجا ما آب داریم، بیاید اول ماسه آب رو میابیم. از فرم از چی استفاده میبریم؟ رو برابر است به m تقسیم v. از اینجا ماسه رو میابیم که این میشه رو ضرب v. ماسه برابر است چی؟ آب 10 در درجه 8 3 یا اینکه 1000 ضرب 2 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 3، یعنی که رو ضرب وی ما در دوده ها با ما معلوم است که 2 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 3. 10 در درجه 8 مینوس 3 با 10 در درجه 3 میرود، این میشه 2 کیلوگرم. یعنی که در خاطر میگیریم که تنها برای آب 2 لیتر حجم آب 2 کیلوگرم است. تنها برای آب اگر زیچیش 1000 باشد. یعنی که در آب همین موافقت میکنه که 2 لیتر آب برابر است به 2 کیلوگرم. و یعنی که ماسه آب رو ما یافتیم که 2 کیلوگرم بوده است، حرارتش 0 گرادوس، آن را ما 1 گرادوس گرم کردیم. چی مقدار انرژی لازم است؟ از فرمول مقدار گرمی استفاده میبریم. یعنی که قدم اول Q برابر است به 3m دلتا T برابر است به 3 ما در اینجا آب است. البته بله آب که باشد 3 گرمی کنجویش خاص هست. 4200 کیلوگرم جول تقسیم کیلوگرم ضرب گرادوس سلسیوس. 4200 ضرب ماسه ما 2 کیلوگرم ضرب دلتا ت. خودی مثلا گفته است که 1 گرادوس، یعنی با 1 گرادوس ما باید آن رو گرم کنیم. این برابر میشه با 4200 ضرب 2 8400 جول، یا اینکه 8 کیلو جول. یعنی که جواب قسم یکمی مثلا 8 کیلو جول می باشد. قسم دوم میگوید که برای پر را به یخ مبدل گرداندن آن چی مقدار انرژی لازم است. در اینجا با فکرم که خوبتر میشد که در اینجا گفته میشد که برای پر را به یخ مبدل گرداندن آن چی مقدار انرژی از آن خارج می شود، یعنی که چی مقدار انرژی از آن گرفته می شود. اما در هر صورت اگر گوید که چی مقدار انرژی لازم می شود، در اینجا انرژی منفی لازم می شود. البته انرژی منفی می دهیم به آن همین آب برای آنکه آن یخ شود. انرژی منفی دادن این همون معنای انرژی رو گرفتن است، یعنی انرژی خارج شدن است. پس قدم دوم می شود که پر را به یخ مبدل گردیدن. از بس که حرارت آب 0 گرادوس است، برای به یخ مبدل گردیدنش Q برابر می شود به مینوس لامدا m. یعنی که هنگامی کاندنساسیا، هنگامی کریستالیزاسیا، یعنی که از حالت مایع به گاز گذارش کردن کریستالیزاسیا می شود. Q برابر می شود به مینوس لامدا m. لامدا گرمی خاصی گدازش هست که خطا نکنم اگر برای آب 330 بود، 330 ضرب 10 در درجه 3 جول تقسیم کیلوگرم ضرب ماسه آب. ما الان ماسه را یافتیم که 2 کیلوگرم است. 2 کیلوگرم این برابر میشد به 660 کیلو جول. یعنی قسم دوم مسئله را نیز حل کردیم. 660 کیلو جول. سوم قسم میگوید که برای همین آب را جوشانیدن چی مقدار انرژی لازم است. ببینید که چهارم نکته میگوید که برای آب جوش آمده را به بخار تبدیل دادن. یعنی که در شرط سوم برای همین آب را تا حرارت جوشش گرم کردن در نظر دارد. یعنی که ما همین آب رو میگیریم از 0 تا 100 گرم میکنیم، بعد در 100 گرم ما آن را نمیجوشانیم، یعنی که میجوشد اما بخار نمیشود تا همون لحظه جوشش. پس خوبتر میشه در اینجا میگفت که برای آب را تا حالت جوشش آوردن. اما به هر حال این هم درست است.
برای همین آب را جوشاندن چی مقدار انرژی لازم می شود؟ سیوم Q برابر است با برای آب را تا حرارت جوشش گرم کردن ما باید آن را از بس که 9 گرادوس است ما آن را تا 100 گرادوس باید گرم کنیم. یعنی باز از همین فرمول استفاده میبریم اما در جای دلتا ت 100 گرادوس میمونیم. cm دلتا ت 2 مینویسیم چون که اینجا الکی فرق میکند. 4200 ضرب 2 ضرب 100 این برابر میشد با 84 نبو 840 کیلوجول یا اینکه 0 از 184 مگا جول میشود. یعنی که برای تا حرارت جوشش گرم کردن آب همین قدر انرژی لازم میشود. همین قدر انرژی لازم میشود. قدم چهارم میگوید که برای آب جوش آمده رو به بخار تبدیل دادن چی الکی آب جوش آمده رو یعنی که آب الکی جوشیده ایستاده است ماس 82 کیلوگرم است آن را ما باید به بخار تبدیل دهیم. استفاده میبریم از فرم Q برابر LM گرمی بخار حاصل کنی. یعنی از فرم گرمی بخار حاصل کنی استفاده میبریم که این برابر است به L آب L برای آب این 2 از 10 3 مگا جول تقسیم کیلوگرم است ضرب 2 کیلوگرم میکنه میشود 4 از 10 6 مگا جول. یعنی که این قدم چهارمی مسئله بود. این بود مسئله چهارمی المپیادای خوانندگان صنف 7 و 8.